اما پدرم در هر یک برنامه که من خیلی طولی 7 سال من در کمیته رادیو تلویزیون در انسامبل دعوت فلک باعث آوازخون فعالیت دارم. پیش از این با همراه پدرم می آمدم خیلی من میدتر بچه بودم مرا در مواشو نمیموندم خیلی من نمیرسید خب من پاسپورت هم نداشتم بچه مکتب خون بودم می آمدم اسباب قانون می نواختم در ثبت یاردمش میکنم داریم بودم 23 سال است که من در رادیو میرم میام بله در کمیته رادیو تلویزیون 7 سال شده است که خیلی باعث کارمند انسامبل دولتی فلک برای انسامبل دولتی فلک در کارمند انسامبل دولتی فلک شدن باید آموزش کردن در کار. امروز یگان مانعی برای بنده ندارن. سلامت باشید. تشکر میگویم بازم خوش آمدید. ولی شما مخلصان خیلی زیاد دارید که هر بار درخواست میکنن و علاقه در پشت الکترونی ما دلاور شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه می نویسد. خب سلام میگویم به سنگینای بانو، آوازتون خسته نگردد. سلام میگویم به لایق خال مخلص شما دلاور میباشم. شما رو از شهر مسکو این لحظه میشنوم و سلام میگویم به مادر استروشنی و برادر عزیزم. خواهش میکنم که 4 مصرع سرود مادر سرایت با شاد میشویم. بعدا سرود رو با طور پورا پخش کنند خرسند میشویم. خب من به همه نفرانی که امروز به خاطر قوت لایموت در فدراسیون روسیه هستند بازم درود میگویم از برنامه برگ سبز. مرحمت لایق خلوف بگذار مادرانی که این لحظه برنامه برگ سبز رو منتظرند 4 مصرع به طور زنده. بعدا ما پیشنهاد میکنیم اولین ترانه‌ای که در این لحظه در کلوار ترانه هایشون لایق جان همراه آوردند این ترانه مادر پیشنهاد شما میگردد. این نظر 4 مصرع به طور زنده اگر باشد. مرحمت. کو شد از پایداریش بزرگ چشمش شد از بیقراریش بزرگ شد سری گوهره فرزندی خود مادر از شب زنده داریش بزرگ ترانه رو یک جا میشنویم برنامه رو ادامه میدیم.